وکیلی کی به زنگ زد حالتو بپرسه امروز؟ هیچکس. یعنی هیچکس براش مهم نیستش که تو مردی یا زنده ای. انقدر سعی نکن آدم خوبی باشی برای بقیه، چون تهش اینه که فقط براشون تکراری میشی یه آدم نچسب، آدم بده. تکلیف مشخصه، منم درکت میکنم که نمیتونی قبول کنی، ولی خدا وکیلی یه نگاه بنداز ببین چه راحت دلتو میشکنن. اونا فکر میکنن فقط همین یه لحظه است، ولی نمیدونن تو به خاطر یه حرف اونا ممکنه چند وقت بشینی بهش فکر کنی، به خاطرش اشک بریزی، درد بکشی. اونا اینا رو نمیفهمن. اگر دوباره بچسبی به همون آدما، ارزش خودتو فقط میاری پایین. نمیگن دمش گرم با معرفت بود، معرفت اصلا وجود نداره از نظر اونا. 1% کاری که تو براشون کردی اگه اونا در حق تو میکردن الان وضعیت این نبود، چون فقط یاد گرفتیم برای آدمی که داره بهمون بدی میکنه خوبی کنیم، بلد نبودیم مثل بقیه باشیم. ای آدم خوبی باش، آدم خوبی باش برای بقیه، هرچی در حق بدی کردن تو نبین. الکی نمیگن جوری رفتار کن که هیچ عزیزی برات باقی نمونه. یه نگاه به خودت بنداز، همونایی دلتو شیکوندن که فکرشو نمی‌کردی. به غیر از این شدید عروسک خیمه شب بازی بقیه، هر کی هر کاری دلش بخواد میکنه، تاش میگه تو چی میفهمی؟ من چی میفهمم؟ خدا وکیلی دهن منو زدید سرویس کردی. دمتون گرم خدا وکیلی. اگر با حرفا موافقی و واقعا دنبال یکی هستی که بدون هیچ منتی درکت کنه، من اینجام. چون به جرئت میگم تنها کسی هستم که حرفایی که به من میزنی و هیچ وقت قرار نی بکوبونم تو صورتت، هیچ وقت قرار نی. چون خودم دیدم بقیه چجوریه. مراقب خودتون باشید.